همسر آینده‌تون چه معیاری داشته باشه؟ شخصیت. فقط شخص؟ بله، شخصیتی که همه چی رو میتونی بهش به دست بیاری. اینکه کارش چی باشه؟ دوتایی باید بسازین همه چی رو. هیچ وقت نمیتونی یه تنه پیش ببری زندگی و تو این شرایط الان. بله، من خودم به شخص آدمیم که اگه بدونم طرفم داره 100شو میذاره، من 120 رو براش میذارم. وقتی فرهنگ، اصالت و تربیت درست در دختری وجود داشته باشه، هیچ وقت خودشو جدا از اون پسر و سختی‌های زندگیش نمیدونه. در کنار اون پسر برای ساختن میجنگه، نه برای باختن. هیچ دختر تنپروری برای هیچ پسری ارزش و جایگاه نداره. پسر و دختری رو انتخاب میکنن که بفهمه توی یه رابطه دو طرفه تلاش و از خودگذشتگی هم باید دو طرفه باشه. و اینو یادت نره، آدما دنبال هر چیزی برن، شخصیتشون هم همون جوری شکل میگیره. به قول مولانا، بر هر چی که میارزی میدان همان ارزی.